کاوه اول تو زندگی من بود، بعد یهو شما پیداتون شد. کاوه رو یه بار ازم گرفتی، یه بار برای همیشه ازتون میگیرم. من پول دادم کاوه رو تصاحبش کردم، ولی اون پول رو خرج تو کرد. حالا اگر کسی رو تو این دنیا پیدا کردی که اسم این کار رو خیانت نذاشت، گذشت و فراموش کرد، منم همون کار میکنم. اینا رو گفتین که من بکشم کنار، ولی من جوابم منفیه. اشتباهی که کاوه کرد من هرگز نمیکنم. بعدش رفتیم ستایی با هم بیرون، زندگی نامم بهش توضیح دادم، اونم بعد رو ببین حلقه من وا کردم واسهش اینجوری خواستگاری کردم و یه بلو نریدمی هم بهش گفتم تمام. نمیخواستی بیشتر بشناسیش یا مثلا؟ نه همین که سیگار نمیکشه و رو سرش هم میکشه جلو، اینا برای من کافیه. مبارکه دیگه. بهتری بده بیاد. اونو نمیگم بابا، بغلو میگم، ماچو میگم. به به آقا برام رفت قاطی مرغا. چه زودم دست به کار شد یارو. بیا بریم. کجا بریم عزیزم؟ آخرش که چی؟ خب الان بیا بریم. افسون چی میگه حالا بیا این بریم بستن؟ الان. میدونستم آزادیت برات خیلی مهمه و به این راحتی ها خودتو تحویل مامورا نمیدی. دختر خانمی که داری صدای منو میشنوی، من اگه جای تو بودم گوش کاوه رو میگرفتم و میآوردم اینجا. اینجا یه معجزه در انتظارشه. منتظرمون باشین میای. دارم از میلیارد با حرف میزنم. چقدر؟ هر چقدر تیغ اون بمونه. مگه تو این ماسماسک چیه که انقدر میارزه؟ افسون دقیقاً اولین بار وقتی به من زنگ زد که وکیل کتی با پلیسا جلوی در خونه ما بودن. خب پلیسا که خبرچین افسون نیستن، یعنی اینکه وکیل کتی خبرچین افسونه. خلج. پیشنهادتو میشنویم خانم. به زودی یه مهمونی بزرگ میگیرم. همه رم دعوت میکنم. تو و کتی هم میای. البته شاید مجبورشین جدا بیای. باید جلو جمع اعتراف کنی که هیچ عشقی بین تو و کتی نیست. 7 میلیارد واسه یه اعتراف؟ کتی واسه انتقامش 7 میلیارد هزینه کرد. چرا من نباید بکنم؟ اون اگه هزینه کرد جاش منو داشت، ولی شما قطعاً منو نخواهی داشت. له شدن و خورد شدن کتی خیلی بیشتر از داشتن تو واسم اهمیت داره. میخوام همه بدونن تو و کتی عاشق هم نیستین. میگم بهتر از بلا تکلیفی درش بیاریم. اگه قراره بریم دعوا بریم، اگه قراره التماس کنیم بریم، اگه قراره بسه. از این خونه دیگه کسی پیش کتی نمیره، مفهومه؟ اگه زورم رسید بچه‌م از بلا تکلیفی در بیارم، اگرم نرسید باشه، اونی که باید بره زندان منم. اگه دیر کردم نگران نشید. کجا؟ برای نجات بچه‌م گاهی مجبورم تو زندگی یه عده‌ای سرک بکشم. بگو افسون به چه زبانی باهات حرف میزنه که متوجه منظورش میشی؟ به همون زبون باهات حرف بزنم. افسون؟ ببین افسون، اگه میخوای با من حرف بزنی قبلش باید یه چیز واضح به من بگی. خبرچینت بهزاده؟ ببینید بانو جان، اینا همه فرضیاته، خودتون رو درگیر این چیزا نکنید. من اگر آدم افسون بودم انقدر راحت منو به کاوه نمیفروخت. شک نکنید. میدونی که الان باید بکشمت، چون پاتو از این در بذاری بیرون یا میری به پلیس لو میدی یا فرار میکنی. خب من غلط بکنم خودم پام گیره. برای چی باید برم لو بدم؟ فقط یه سوالمو جواب بده ببینم، چی شد که منو به افسون فروختی؟ پول. بلند. پول. پول. برای پول. آسمان کن بود، همش تو زاویه با من بود، حالتاش تغییر نمیکرد، تکلیفش همون روشن بود. هر قد طلبکار عشقش شدم دورتر میشد، انگار واسه مرگ این عشق همه چی جورتر میشد.
همیشه نمیشه جنگید با این همه سردی، نمیشه بری یا هر وقت بخوای برگردی. یه روزی میفهمی چقدر به من بد کردی. میدونم نمیخوام بباره بارونی که دلگیره. از روزی که رفتی بهونتو میگیره. این قلب وامونه هنوز رو عشق تو گیره. میدونم مگه بهت نگفته بودم پای تو میمونم. غمت تمام زندگیمه. آره من دیوونم عشقت با همه تو همه خاطر همه عزیزم. با من که کل زندگیمی واسه چی بیرم هیچکی برات شبیه من نیست. یه روزی میفهمی روزی که دیره تو منو یادت نمیره عزیزم. همیشه نمیشه جنگید با این همه سردی، نمیشه بری یا هر وقت بخوای برگردی. یه روزی میفهمی چقدر به من بد کردی. میدونم نمیخوام بباره بارونی که دلگیره. از روزی که رفتی بهونتو میگیره. این قلب وامونه هنوز رو عشق تو گیره. میدونم آسمان کن بود. میل خودته ولی 10 میلیارد میارزه. 10 میلیارد تومن؟ حداقل 10-20 میلیارد واسه این یارو پول خورده. نه این میشه اخخازی نامردی من نیستم. نامردی چیه بابا؟ این روی نامردی سفید کرده. 10 میلیارد دیگه. آره از الان گفته باشم و 7 تاش مال کاوه است. نه ترس انقدی هست که به هم برسه. چجوری کاوه بگم؟ من مطمئنم قبول نمیکنه. کاوه چی کار هست؟ اصلا قرار اون بفهمه. این حرفا چیه داداشیمه؟ تکخوری ممنوع. تکخوری چیه؟ پولی که گرفتیم سهمشو بهش میدیم. یه کم ذره بزن دیگه. گفتم کاوه باید بفهمه. کاوه میفهمه. اول باید فکر کنیم یه راه پیدا کنیم با اون یارو قرار بذاریم. با گفتی فکر دیگه. آره ببین فکراری که کلا کاوه میکنه من ته فکرم دعواست. بعدش هم کاوه با این یارو معامله کرده رگ خوابش دستشه. کلا کار کاوه است. نه او زهرمار زر نزن. یا با کاوه یا این فلاش هم یعنی میزنم تو توالت. زرزرم میکنی کفکرگی میزنم تو صورت تا. بهش برزاد. بگم شا. آره. آره. الو بابا جان. چی؟
پدر من اصلا فکر نمی کردم شما الان بیدارشین. سلام. چشم پدر جان، چشم. من به شما زنگ میزنم. خواهش میکنم لطفا. تو رو به روح عمو جمشید از این شری که درست کردی بگذر. اسم بابای منو نیارا. 100 بار خواستم برم سر خاکش، هیچ نشونی از قبلش پیدا نکردم. کجا خاکم؟ به تو هیچ ربطی نداره. به نظرت داشت با کی تلفن؟ نمیدونم، ولی کی میتونست باشه که پدر صداش بزنه؟ میگم تو برو تو، من میرم یه جای کاری دارم زود برمیگردم. کجا میری؟ برگشتم بهت میگم. از این خونه دیگه کسی پیش کتی نمیره، مفهومه؟ اگه زورم رسید بچه‌م از بلا تکلیفی در بیارم، اگرم نرسید باشه، اونی که باید بره زندان منم. اگه دیر کردم نگران نشید. کجا؟ برای نجات بچه‌م گاهی مجبورم تو زندگی یه عده‌ای سرک بکشم. سلمان، این روزا من دل و جونم میلرزه. حداقل بگو کی برمیگردی؟ فرخنده خواهش میکنم پاپیچم نشو. چقدر بهت گفتم مواظب باش، کسی تعقیبت نکنه. چقدر بهت گفتم کتی، چقدر گفتم کتی مواظب باش، تعقیبت نکنن، دنبالت نکنن. هی گفتی توهم داری، هی گفتی قرصاتو بخور، هی گفتی روانپزشک، هی گفتی کوفت زهرمار. حالا بفرما تحویل بگیر. چیه؟ لابد تعجب کردی هم؟ هیچی نمیگی؟ نکنه هم دیگر رو نمیشناسین ها؟ ایشون روح عمو جمشیدم، ایشونم کتایون صوفیان، عروس من. به چه جرأتی پاتو گذاشتی تو خونه من؟ جرأت؟ بله جرأت. ملاقات عمو اومدن که جرأت نمیخواد. سالها بود ندیده بودمش، دلتنگش بودم. تو دلتنگش نیستی؟ نه تنگ نشده. برو بیرون. کجا بره؟ بره من لو بده؟ این پاشو از اینجا بذاره بیرون میره پیش پلیس. اصلا از کجا معلوم خودش پلیس نباشه؟ سلما بهت التماس میکنم که بابا سرمو میزنم به دیوارا. چی نگو، هیچی نگو.
من نمیدونم چطوری زنده ای یا چطوری فرار کردین یا اصلا اون مرگ و چجوری صحنه سازی کردین. خیلی چیزای دیگه هم هست که نمیدونم، نمیخوام الان بدونم. فقط شما یه چیزو به من بگو. شما چطوری کاری کردی که این دختر یه عمر با کینه و نفرت زندگی کنه و شما حتی یه گوشه از حقیقت رو بشنگی؟ تو منو لو دادی، تو منو فروختی. عمو جان خودت هم میدونی، خوب میدونی من این کارو نکردم. اون موقع خیلی ها رو میگرفتن، هر کی پاشو کج میذاش گرفتار بود. شما هم یه پرونده داشتی به این کلفتی. رفقات، اونایی که باشون کار میکردی، شرکات، اونا تمام کثافتکاریاشون رو انداختن گردن تو، بعد رفتن لود دادن، بعدم در رفتن. من چیکار میتونستم بکنم؟ ها؟ تو رو به ارواح خاک برادرت به من بگو چیکار میتونستم بکنم؟ من با 4 تا رفیق پاسدار چطوری میتونستم اون گنده و اون بزرگی رو جمعش بکنم؟ بگو دیگه. راستی شنیدم وصیت کرده بودی من با کتی ازدواج بکنم، آره؟ سلمان بگو بهش، خودت بگو. شما چند تا وصیت نامه داشتی عمو؟ همیشه به علاقه داشتم، از همون بچگی، حتی خیلی قبل تر از اون که تو بیای به من اظهار علاقه بکن. میدونی اون موقع همه چیز تو قلبا بود، نه رو زبونا. میخواستمه. تو تمام روزای جوانی فقط یه رویا داشتم، یه آرزو، اونم داشتن تو بود. بعد این همه سال، حالا که پای پسرت وسط این دروغا رو میبافی، میترسی ازتون نگذرم؟ کتایون، همین بابات واداش از زندگیت برم بیرون. تو رو خدا دیگه گوشاتو وا کن. اون منو لایق تو نمیدونست. تو رو برای بردی ها میخواست. پسر شریکش، میشناسیش که خودش به من گفت. سر همین اجازه میداد دورو برت بپلکه، باتون بیاد سفر، راه برام براشون مهمونی میگرفت. تو نمیدونی من چی کشیدم، چقدر مقاومت کردم، چقدر مخالفت کردم، ولی خب زورم نرسید. آخرش یه روز تصمیم گرفتم بیام همه اینا رو به خودت بگم. این مرد نذاشت. از هر راهی که می اومدم جلومو میگرفت، حالا یا با قسم‌های یا با تهدید که علم میکنم و بل میکنم. بعدم که دیگه دستگیرش کردن رفت زندان و سکته کرد. همه تقصیرام افتاد گردن من. هم رفتی تو بازی بابات. مطمئنم حتی یک بارم بهت نگفته که همه چی خودش به هم زد. آره بابا، این راست میگه؟ جواب منو بده.
بعد سکته وقتی حالش یکم بهتر شد یه نامه برام فرستاد. هنوز دارمش. یه چیزی عین وصیت‌نامه توش نوشته بود امروز فردا یا تو بیمارستان میمیرم یا اعدامم میکنم. ولی این دنیا و اون دنیا مدیون منی اگه کاری بکنی که تا اون ذره از راز ما رو بفهم. میفهمی؟ من در حق جفا نکردم. هر چی شد این مرد کرد. من تازه 7 ماه بعدش با فرخنده آشنا شد. عمو جان میشه برای من بگی چجوری ادامت کردن که هنوز اینجایی؟ با سلمان خوشبخت نمی شدی. من صلاحتو میخواستم. حیوه. شما با این کارت از یه دختر معصوم یه هیولا ساختی. هیولایی که از شدت نفرت چنگ انداخته روی خانواده. کتایون من و تو داریم تاوان گناهی رو میدیم که خودمون مرتکب نشد. دروغ اصلی در حقیقت وفات عمو بود. تنها شاهد من. وقتی فکر میکردم نیست، اگه میومدم هر حرفی هم بهت میزدم باور نمیکرد. میکردی؟ بعدم دیگه سالهای سال ازت بیخبر بودم. سراغ زندگیم بودم. یه دفعه ناغافل شکست شدم و سر از زندان نرآوردم. رو برگردوندم دیدم تو با کاوه رفتی تو شناسنامه. دیدم انگار ماجرای من و تو تمومی نداره. این دقیقا همون چیزیه که میخوایم. با این که قشنگ میشه نابودش کرد. وایسا کیو میخوای نابود کنی؟ مگه نابودیش برای ما نون آب میشه؟ ما میخوایم پولدار شیم. همین. یعنی چی؟ یعنی باهاش قرار میذاریم میگیم 20 میلیارد بیا بالا تا اینا رو پخش نکنیم. جز اینم هیچ برنامه دیگه ای نداریم. همین. میخوای اخخوزی کنی ها؟ معامله با خلافکار. برام رفیقت خیلی باحاله ها. گفتم بهت. همچین میگه خلافکار، انگار یادش رفته با هم دیگه رفتیم خونه یارو گاف صندوقش خالی کردیم. تازه تو که دست پای یارو هم بسی. خلافکار. مجبور بودم که اون کارو کردم. مجبور بودی؟ الانم مجبوریم. تو فکر کردی من اگه داشتم من اینجوری زندگی میکردم؟ یا تو اگه پول داشتی لنگ 7 میلیارد تومان پول بودی؟ چیز دیگه جا نداشتی بگی؟
خب عزیزم باید شرایط رو توضیح میدادم دیگه، ناراحتی نداره. در هر صورت من دنبال معامله اخاذی باجیار کوفت و زهرمار دیگه ای نیستم. تمام. نیست. اصلا به تو چه؟ کی گفت تو باید حرف آخر رو بزنی؟ برام جمع کنین رفیق تو، من حال و حوصله ندارم میزنم میترکونمشو. جمع شد دیگه خود. چی میگی تو بابا؟ این فلاش رو حسین این کارا نیستی. بده ببینم. شما دخالت کن ببینم. بابا من چی میگم؟ اولا که حرف دهنتو بفهم. بعدش هم من میگم تو اگه نمیتونی این فلاش رو پولش کنی من میتونم. آروم، خیلی خوب. باشه وایسا که اونم بهت پول داد. بعد یه جوری سر به نیستت میکنه جنازت هم کسی پیدا نکنه. نمیدونه با کی طرفه. واسه همین ما اینجا جمع شدیم. من نقشه کشیدم براش. اما شما بحثی ندارم. یه دقیقه به من گوش بده. تو میگی حرومه، من میگم حلاله. چون سهم ماست که اینا خوردن. من نابغه کامپیوترم. چرا باید اوضاع زندگیم این باشه؟ ها؟ با تو هم گوش بده. همین دیگه. تو بیچاره تر از منی، بیچاره خودت خبر نداری. خفه شو تو هم زر نزن دیگه، هیچی نمیگم بتمن. آقا من میگم چیکار کنیم. الان بهترین راه اینه زنگ بزنیم ژیلا ببینیم نظرش چیه. چه؟ خب ژیلا طرفو میشناسه دیگه، بعدش هم فکرش الان اما بهتر کار میکنه. برام جان داداش، من این فلشو میرسونم به دست یه آدم مطمئن که اخگر قانونی بکشونم دادگاه. باشه. و سلام. حرام جان نگفتم رفیق گن میزنه تو همه چی. شما تشریف برید بیرون، فلش هم بدید و من خودم میدونم چیکار کنم. شما بفرمایید. نمیره. بسه؟ این چیه؟ چی من نمیدونم. معدن؟ چرا اسم تو رو نمیشته؟ همتا مهرگان متولد 1370. یعنی چی؟ این معدن نمکه. خب سندش هم به اسم تو خورده. شاید جعلی باشه. جعلی چیه؟ قانونی پدرت زده به نامت اینها. ببین نه هم تو یعنی تو معدن داری؟ واه واه اینو دیگه باید به ژیلا بگم. یه دو اینجا بیا. تو میدونستی بابات معدن داشته؟ نه، به خاطر شغلش پروژه زیاد بهش میخورد، کوه و بیابون اینا میرفت. این آخری هم خیلی ذهنش درگیر بود، ولی خب خیلی خوشحال بود، حالش خوب بود. حسه که جواب گرفته بوده. این مدارک دست اخگر چیکار میکنه؟ یعنی بابا با اخگر دوست بود، با هم آشنا بودن؟ از همچین چیز غیر ممکنه. چرا هیچی بابام به من نگفت؟ بابا دقیقا کی فوت کرد؟ مرداد 93. روزش؟ 25. بیا. دقیقا فردایی که سند زد به نام تو. یادم اون روزم اومد دنبالمون گفت میخوام سورپرایزتون کنم. هی ما گفتیم چیه گفت سورپرایز گفتنی نیست دیدنی. خب میخواسته ببرتتون جلوی معدن همه چی بهتون بگه دیگه. که ما اون روزم تصادف کردیم. حالا فهمیدی واسه چی اخگر اومده سراغ دست از سرت هم بر نمیداره؟ همه چیش با نقشه بوده. حتی آشناییتون هم تصادفی نبوده. آمارتو گرفته اومده سراغت که این معدن از چنگت در بیاره. قضیه نامزدیت با آبتین و معامله با اون خواجات کثافت هم مربوط به همین قضیه است.
حالا اینکه چی و چجوری و از چه طریقی من نمیدونم. فقط میدونم وقتی من پیدات کردم گند زده شده تو همه برنامه‌هاشون. با اون همه نفوذی که داشت چه نیازی به من داشت؟ خب میرفت سند رو به نام خودش میکرد. نمیتونه دیگه. ببین این سند خورده به نام تو، ثبت شده، سند شده. هر چقدر کلوف باشی زورت به قانون نمیرسه. خودتو میخواسته. بسته دیگه بابا، چقدر غر میزنی؟ وقتی با اخگر معامله کردی یعنی آتش بس. آتش بس هم یعنی به اون کاری ندارن. منم رفیقام فرستادم رفت این سمند آورد، هیچ کس هم تعقیبش نکرد. حالا موزیکو بچسب تو بابا. این آه چی میخونی؟ نمیگم کمش کن دیگه. باشه بابا بیا گوشتر. این همه بلا سرمون اومد، همش زیر سر این اخگر بود. بچه زرنگ واسه همتون برنامه داشته. تو مامانت خوب شانس آوردین هم تو. باشه الان که همه چی رو میدونیم، کلی هم مدرک داریم دیگه ازش. میریم ازش شکایت میکنیم، کاری نداره. نمیشه کاری که اون همه جا آدم داره، نمیتونی کاری کنی. من بابام که چند تا رفیق داره، فلشو میدم به اونا، خودشون میدونن باش چیکار کنن. میگم هم تو پس منو ژیلا نریم طلا بخریم دیگه. میگن تو معدن‌ها پر طلا و الماسه. میای معدن شما همه رو میکنیم میبریم. از حالا بگم من کادوی عروسی زیر 2 کیلو طلا قبول نمیکنم. 2 3 دیگه دوازی در نیارین خدایی. معدن نمک اسکل چی میگی؟ اون نمک خود منم بابا. من این حرفا عالی نیست. من کلنگ هم میارم همه چیو میکنم میبرم. باشه شما اصلا کوه نمک خوبه. از کجا باید بفهمیم این سند واقعی یه جا ثبت شده؟ یه استعلام ساده است. تمام. اینقدرم ساده نیست. اینکه تا حالا از اداره ثبت نه نامه ای اومده، نه خبری اومده، نه زنگی زدن، یعنی که یه جوری راهی تماس به همتا رو بستن. بعد از فوت بابام که من و مامانم زندگیمون ریخت به هم. مامانم هم که با اون بهنام عوضی ازدواج کرد که اونم جیر خور اخگر بود. موبایل خونت هم که دائم عوض شده دیگه. تازه اگرم خبری میخواسته بیاد این بهنام نذاشته دیگه. آقا گوش کن، تا اطلاع ثانوی، تا استعلام نگرفتیم کسی از این قضیه فعلش رو زمین خبردار نمیشه. اگه ماجرای این معدن واقعی باشه، وقت من خیلی کار با خیلی از آدما دارم. خب اگه تمام شد حرفاتون ما موزیک رو ادامه بدیم دیگه. بذارم ولی امروز دل تنگینه، پای حرف ما نمیشینه، دل زنگ تو رو شوی
ازم متنفری؟ من فکر میکنم سهم هر کسی از عشق یه چیزه، بسته به ظرفیتش. حالا یه عده‌ای زود عاشق میشن و به وصل میرسن و عشق میره جزو خاطرشون، یه عده‌ای هم نه، تو درد عاشق موندن و رنجش میمونن. اغلب آدم ها زود به زود عاشق میشن، ولی کمن اونایی که تا ته تهش. اینجور آدم ها همه چی براشون یه شکل دیگه است. قلب و روحشون خالی از کینه و کدورته، چون پر محبت هست. اصلا من فکر میکنم آدم های عاشق موحد ترن. سالی که دیپلم میگرفتی یادت چپ و راست داشتی راجع به ابراهیم حرف میزدی، میخوندی، مینوشتی، حتی یه قصه هم نوشتی. چی گذشت؟ حالا میتونی تبر برداری این بوتای کینه و کدورت رو بشکنی، همه چی برگرده سر جاش. تتایو ما نیاز نداریم چیزی رو به کسی ثابت بکنیم، به خودمون ثابت بشه بس. خداحافظ. میری منو لو بدی یا منو ببرن زندان اعدامم کنن؟ عمو جان، فکر نمی کنم دیگه کسی دنبال شما باشه، چون اگه بود تا حالا 100 باره پیداتون کرده بود. اگر هم باشه نهایتش یه حکم و یه تیر و خلاص. شما الان داری روزی 1000 دفعه محکوم میشی، دم به ساعت داری میمیری و زنده میشی. از من خیالت راحت باشه، من دیگه کاری به کارتون ندارم. خدا شما را نگه داشت تا حقیقت معلوم بشه. چه شد؟ حق داری. میدونم منو دیگه نمیخوای، میدونم. الان خودتی که منو لو میدی، این تویی که منو میبری تحویل میدی. میدونم این کارو میکنی. ببخشید باباجی، ببخشید. فقط منو لو نده، نذار منو ببرن. خواهش میکنم، خواهش میکنم.
تنهام نذار کتی. جستو هیچکیو ندارم. کتی تنهام نذار. کتی. آسمان کن بود، همش تو زاویه با من بود، حالتاش تغییر نمیکرد، تکلیف عشقمون روشن بود. هر قد طلبکار عشق شدم دورتر میشد، انگار واسه مرگ این عشق همه چی جورتر میشد. همیشه نمیشه جنگید با این همه سردی، نمیشه بری یا هر وقت بخوای برگردی. یه روزی میفهمی چقدر به من بد کردی. میدونم نمیخوام بباره بارونی که دلگیره، از روزی که رفتی بهونتو میگیره. این قلب وامونه هنوز رو عشق تو گیره. دوست دارم اینو خودت بندازی کردم. آخه تو که میدونی من نمیتونم دوست داشته باشم. تو داری با این کینه کور خودت هم حروم میکنی. دوست دارم به افتخارشون اخراجی از زندگی خودم، از زندگی خودت، از هر چی که بهت دادم و نفهمیدی. برو بیرون. مگه بهت نگفته بودم با تو میمونم، غمت تمام زندگیمه. آره من دیوونم، عشقت با همه
تو همه خاطر همه عزیزم. با من که کل زندگیمی واسه چی بیرمی، هیچکی برات شبیه من نیست. یه روزی میفهمی روزی که دیره، تو منو یادت نمیره عزیزم. همیشه نمیشه جنگید با این همه سردی، نمیشه بری یا هر وقت بخوای برگردی. یه روزی میفهمی چقدر به من بد کردی. میدونم نمیخوام بباره بارونی که دلگیره، از روزی که رفتی بهونتو میگیره. این قلب وامونه هنوز رو عشق تو گیره. میدونم آسمان کن بود. وقتی همدیگر رو دوست داشته باشن هیچ چیز نمیتونه اون رو از هم جدا کنه. چند بار ازت خواستم منو ببخشی، نبخشیدی. گفتم فرصت بده بدهیاتو بدم، ندادی. چرا الان باید حرفتو باور کنم؟ بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین ببین. قول میدم از این بدترش نکن. بهش بگو من عمومو خیلی دوست دارم، ولی کاری نکن چشمام رو همه چی ببنده. خیلی بی‌انصافی. تو نرو. آقا سلمان شما کلا هیچ کاری نمی‌کنی نه؟ عشقی که ازم دزدیدی و چند بهم میفروشی؟ لحظه ای که تو رو راهی کردم میدونستم چه گناهی کردم که عذابش جونمو میگیره دوری تو از خودم دورم کرد، این جدایی بی
بی تو مجبورم که بسازم با غم و تنهایی یادت میافتم با گریه میخندم رو کل دنیا چشمامو میبندم رو هرچی دارم حتی رو آیندم چشمامو میبندم دلتنگ که میشی قصه تو میگیرم دلتنگمی که دارم برات میمیرم بدون چشمات از زندگی سیرم قصه تو میگیرم بعد از تو حس کردم خالی شده پشتم تو روز مرگیام آینده ها کاشتم تصویر آینده بی خنده یعنی چی اصلا بدون تو آینده یعنی چی یادت میافتم با گریه میخندم رو کل دنیا چشمامو میبندم رو هرچی دارم حتی رو آیندم چشمامو میبندم دلتنگ که میشی قصه تو میگیرم دلتنگمی که دارم برات میمیرم بدون چشمات از زندگی